علی خوش آمدید دوستی عزیز مهربانی. سلام احترام آرزو دارم خوب باشین کل دوستایی که هستن در لایف. آقای سیدون که میهمان ویژه هستن. من چند تا سوال بسیار واضح داشتم، بعضی قانون فدرال خواندم، چند تا نکته را یافتم. آقای سیهون عزیز، اول اینکه شما وقتی سوال اول امی فدرال چرا بخش از مردمی که در رأس قدرت نبودند یا نیستند اینمیا مطرح میکنن؟ نگاه کسایی که از تمام اقوام در رأس قدرت یا به عنوان رهبرای سیاسی در 20 سال جمهوریت زعامت نمی جغرافیا را به دوش داشتن، نگاه اینا چیست؟ واضح، خصوصا از تبار غیر پشتونها را میگم، تبار پشتونها را نمیگم. مثالش میگم آقای محقق، آقای مثلا قانونی، آقای نور، همون رقم آقای صالح و آقای مشاس دوستم و دیگران. یک سوال دوم، اگر همین سوال اولم اگر و دخالت میکنه دلیلشان چیست یا مخالفت میکنه دلیلشان چیست و جواب شما چی بوده؟ مثلا سوال اول. سوال دوم، ماده 37 امی قانون فدرال که شما نوشتین نوشته است آزادی حق طبیعی هر انسان است. باز آمدن اصول یا ماده اول قانون اساسی را گفتین هر چیزی که در تضاد با قانون اسلام باشه ما او را ممنوع قرار میدیم. اینمی کشور که شما میخواین اصول اساسیش اسلامی اگر باشه، پس فرق شما با طالب چیست؟ به خاطر که طالب هم دیگر باشان جنسی را نمیخوای و شما هم نمیخواین، به خاطر که ماده اوله که ماده سوم که اینجا وضع میکنین که دین مقدس اسلام هر چیزی در تعارض باشه او ممنوع است، دیگر باشان جنسی ممنوع میشه. پس حق آزادی طبیعی این افراد شما گرفتین در ماده 37 و از یک طرف یارو قانون برش در قانون حق میتین، از یک طرف میگیرین. نگاه شما به این چیز و خیلی ماده هایی که من نوشتیم، مثلا ماده 35 بند دومش هر نوع تبعیض ممنوع است. اینمی کسایی که دیگر باش جنسی است که ما در زمان تاریخ دیدیم چند تا دیگر باشه که در قندهار یکی در ولایت هرات متاسفانه لط خورد و آخر کشته شد. شما وقت اینمی معیار از یا میگیرین در ماده سومتان، این افراد چه رقمی شما دور از تبعیض نگاه میکنین؟ این بسیار سوال مهم است. و اما رقم ماده 6، ماده 51، ماده 75، ماده 77، ماده 131 و یک جای دیگه ای بود که بسیار بر من مهم بود. ماده 6 بند دومش کلمه افغانستانی را انتخاب کردیم. وقتی یک بخش زیاد از جامعه با واژه افغان مخالف است، شما افغانستانی را جاگزین میکنین به عنوان هویت ملی. اولی که در هیچ کشور ما کشور فدرالی را خواندیم یک واژه ملی را ندارن، در قانون نگنجانیدن. در کنار شما افغانستانی وقتی میگین کل یک جغرافیا را به یک قوم رد میکنین، غیر مستقیم یا مستقیم شما دیگه اقوام مهاجر خطاب میکنین، چه تاجیک باشه، چه ازبک باشه، چه هزاره باشه، هر قوم غیر افغان مهاجر گفتین و یک کشور جغرافیا بخواید نخواین خاک افغان مردم افغان هاست و دیگران مهاجر است. این میخوش یک نوع تبعیض نیست؟ سوال دیگه که بسیار مهم است که بر ما و خیلی دوستان مهم است، اینمی ماده هایی که شما در اینجا ذکر کردین در این قوانین که تقریبا همیشه خواندم، یک جای در ماده 130 یاد کردین رئیس جمهور، باز یک بار بین نخست وزیر. شما اگر نخست وزیر میگن، باز در جمله وظایف نخست وزیر که میگن وزیرا را یا کابینه را وقت شکل میده وزیرا را خود از یا انتخاب میکنه یا وقت انتخاب بکنه پس از حالت فدرال بیرون میرین دیگه، حالت جمهوری میشه. شما رئیس جمهور هم گفتین، رئیس جمهور در فدرال داریم. ما خود تا هنوز در کشور ندیدیم که هم فدرال باشن جمهوری باشه و یک رئیس جمهور داشته باشه یک فدرال داشته باشه. این همه تناقضاتی که در قوانین فدرالیسم وجود داره چه رقمی نقص میکنن. البته با تشکر از تمام کسایی که در این بخش زحمت کش حداقل یک الटरनेटिव برای مردم داده، ای که ما قبول داریم یا نداریم بحث جداست. تشکر، بفرمایید. شریفی سے پاسخ میتین یا ما باید بگم؟ هر کس خواهش میکنم شما بفرمایید جناب سیبان بزرگوار، بفرمایید. بعد از شما باز من چند تا ملاحظه دارم. بفرمایید شما بزرگوار. خیلی ممنون از طرح پرسش‌های بسیار بنیادین. موضوع اول است که چرا مسئولین رده اول حکومتی از متعلق به اقوام غیر پشتون غیر افغان در دفاع از دایره فدرالی قرار ندارن.
این گونه هم نیست. همون گونه که شما در جریان قرار دارین، پس از ایجاد مجمع فدرال خواهان در نخستین روزهایی که مجمع اعلامی موجودیت کرد، آقای محقق از آدرس حزب خودشان رسما اعلامیه دادن و اعلام حمایت کردن و رسما در اعلامیهشان تاکید کردن که افغانستان جز فدرالیسم را حل دیگری ندارد. استاد عطا محمد نور از آدرس یک شاخه کلان جمعیت اسلامی، صلاح الدین ربانی و می ترتیب جریان‌های مختلف سیاسی متعلق به اقوام غیر پشتون طی اعلامیه‌ها رسما اعلام کردند که در دفاع از دایره فدرال قرار دارند و فدرالیسم به عنوان یک نسخه رهایی بخش و نجات بخش برشمردن. اما اینکه چرا خودشان به صورت عملی نمیآیند، اینا به صورت واضح همینجا عرض کنم حضورتون که اینا خودشان در خلوتخانه ها جایی که بحث مطرح میشه میگن که جز فدرالیسم راه دیگری نیست. برای از اینکه ساختار یا سنت سیاسی قومی و تقساخت و استبداد قومی را بشکنن، جز فدرالیسم راه دیگری نیست. اما در عرصه عمومی و سیاست عملی که میآیند، برای یک سری ملاحظات و مصلحت هایی که نگاهی بسیار زودگذر برای مشارکت در قدرت سیاسی دارند و برای اینکه یک جمع کلانی که در روایت کلانتر برادر بزرگند و در رأس قدرت سیاسی قرار دارند، اینها را از چشم نیندازه و در ساختار قدرت حضور داشته باشند، به صورت علنی طرح فدرالیسم مطرح نمیکنند. یعنی به عبارت دیگر میخوام خیلی واضح و صریح موضوع را بگم که یک ترسی درونی شده از طرد شدن از عرصه سیاست در میان این رهبران سنتی، جریان‌های سیاسی متعلق به اقوام غیر پشتون وجود داره که متهمی به تجزیه طلبی، به قومگرایی، به پشتون ستیزی، به افغانیت ستیزی نشوند و در فردای پس از ایجاد یک حکومتی که مشارکت چند تا گروه قومی را در یک ساختار و یک شرکت سهامی مثل دوران جمهوریت داشته باشه محروم نمانند، این طرحها را به صورت جدی و علنی و بسیار آشکار اظهار نمیکنند. محاسبه‌ای که مدارم همیست، اما از درون طرفداری همیستن و حتی در یک مرحله مگونه‌ای که گفتم واضح اعلام کردن که ما در دفاع از این دایره قرار داریم. اما اینکه چرا عملا وارد این کار نمیشوند، با توجه به عواملی که برشمردم، شاید عوامل دیگری هم نزد خودشان وجود داشته باشه وارد این صحنه نشوند. در باب پارادوکسی که میان موارد مدعیات اسلامی، ارزش‌های اسلامی و مباحث مدرن و حقوق بشری که در متن قانون اساسی مجمع فدرال خواهان آمده، اونجا هرچند در داخل قانون یک سری سازوکارها و مکانیزم‌های بسیار مشخصی برای مشارکت عادلانه گروه‌های مذهبی غیر اسلامی در قدرت سیاسی، در تصمیم‌گیری، در ساختار اداره، در مجلس نمایندگان، بالاخره مجلس سنا و ساختار مدیریتی حکومتی، اینا پیش بینی شده. یعنی بحث محرومیت اونها منتفی نیست، بحثی حتی اجرای مناسک ارزش‌ها و مناسک مذهبی و دینیشون هم منتفی نیست، میتونن که اون کار انجام بدن که در بسیاری از مدعاهای قانونی اساسی که متعلق به او حوزه است به صورت واضح بیان شده است. اما در این نکته ما با شما اتفاق نظر دارم و دوستان ما در مجمع فدرال خواهان در کمیسیون تدوین قانونی اساسی بحث‌های بسیار دامنه‌داری بالاتر از شاید 10 نشست برگزار کردن روی این موضوع که چگونه بتونن این مسئله حل بکنن. اما اینجا یک مسئله وجود داره. بحث بر سر این نیست که وقتی که افغانستان شما یک کشور اسلامی میگین، هرچند شاید نگاه من متفاوت باشه، نه تنها متفاوت که همسو با دیدگاه شما باشه، ولی من دارم در یک زاویه این بحث مطرح میکنم که یک جمع کلانی نسبت به این موضوع تصمیم گرفتن. به این معنی نیست که وقتی که افغانستان یک کشور اسلامی باشه اون اسلام اسلامی طالبانی باشه، اون خدا خدای طالبانی باشه. یک قرائت مدرن، یک قرائت مدنی و یک قرائت جدیدی از اسلامی که این چهره از اسلام و این چهره از خدا با ارزش‌های جهان جدید وارد گفتگو تعامل می شود. یعنی بجای مواجهه خشونت‌آمیز مثل روایت اسلامی طالبانی وارد تعامل و گفتگو است. این قرائت دینی و اسلامی را که ما مد نظر داریم، این ظرفیت و توانایی را داره که با ارزش‌های جهان جدید، با آزادی، با کثرت‌گرایی، با انتخابات، با عقل، با حقوق بشر، با عدالت، با آزادی، با اینا وارد گفتگو میشه، میتونه با اینا گفتگو کنه، مکانیزم‌ها و سازوکارهایی را
مبتنی بر عقلانیت دینی، عقلانیت مدرن دینی، در بستر یک قرائت جدید دینی ارائه بکنه که فرصت‌های زیست مسالمت‌آمیز برای گروه‌هایی را که شما نام بردین در یک جامعه دموکراتیک و فدرال افغانستان فراهم بکنه. هرچند میدانم که در یک جامعه بسته و به شدت مذهبی و یک جامعه بدوی رسیدن به این وضعیت ایدئالی که ما مد نظر داریم شاید دشوار و ناممکن باشه و خیلی حصارها و حجابهای کلان پیش رو داشته باشه، اما امیدواری ها به این است که در ادامه راه و تمرین این روندها ما به یک مرحله برسیم که به ارزش‌های واقعی انسانی که متعلق به همه بشریت است احترام بگذاریم و یک روایت و قرائت جدید اسلامی مطرح کنیم. این صادقانه برای همیشه بگم که خدای ما با خدای بیت الله اسلام ما با اسلام بیت الله فرق میکنه، اما ملاحظات شخصی من در این زاویه چیزی دیگری است که میشه در فرصت‌های دیگر به صورت شخصی یا در یک برنامه با یک عنوان دیگری وارد این مبحث شویم. بعد نمیفهم سوال بعدی چی بود؟ نخست در ماده سوم از 130 از رئیس جمهور هم یاد کردیم. دقیقا شما گفتین. ببینید در ساختار فدرال رئیس جمهور هست، شما ببینید می آلمان فدرال رئیس جمهور هم داره. متوجه هستین که چی میگم؟ زیادی از کشورهای فدرال رئیس جمهور دارن، اما رئیس جمهور یک نقشی سمبولیک و نمادین که نمادی از وحدت ملی است که از پیمان یک نقش سمبولیک و یک نمادی از وحدت ملی قرار میگیره، نقش اجرایی نداره، ولی صدر اعظم نقش مستقیم و اجرایی در یک ساختار فدرال داره که این رئیس جمهور با توجه به اکثریت حزبی که در درون پارلمان یک ائتلافی را تشکیل میدن از سوی رئیس جمهور صدر اعظم معرفی میشه و بعد با اکثریت آرا این تایید میشه و مورد انتخاب قرار میگیره و این صلاحیت اجرایی و انتخاب وزرا را داره. تشکر جناب بزرگوار مرد خدا، شما خوش آمدین. اما چون جناب بزرگوار ما خسته شدن، شریفی صاحب هم فکر و هم تفکر و هم مفکوره هستند و از جمع همو بزرگایی که مجموعه فدرال خواه را تشکیل دادن از اون جمع هستند. پس مرد خدا میتونی سوالات مطرح بکنی و شریفی صاحب جواب بده. ببخشید جناب عیار خراسان بزرگوار، 2.5 ساعت مکمل است گپ زده، رئیسم به خدای حوصله نمونده، نانم نخوردم. اگر همین فرصت به جناب شریفی صاحب واگذار کنیم. بله دقیقاً شریفی صاحب با مخاطب تاسیس کلام کردیم جناب بزرگوار که سوالای بعدی را شریفی صاحب جواب بدن. ما دیگه شریفی صاحب من نیست میمون وقت نمیدیم، اینا خودشون میمون اسپیشالی هستن که جواب را بدن. من فقط یک سوال قبل از اینکه آقای مدخل صحبت کنم، من یک سلام علیک خدمت همه دوستان داشته باشم. ان شاء الله که خوب و صحتمند باشین. همه بزرگواران که تشریف داریم و همچنین جناب سیگار صاحب بزرگوار واقعا مستفید شده و صحبت‌های همه جانبه پیرامون موضوع و به خاطر دیگه سوء تفاهم نشه، من در مجموعه فدرال خواهان نیستم و فقط در مورد فدرالیسم که صحبت کردن گاهی صحبت میکنم و من همین نقدهایی و خود حالا اندیشه فدرال خواهانه که این مجمع هستن دارم و به نظرم البته اگر صحبت هم در مورد فدرال هم داشته باشم به نمایندگی از اون مجموعه بزرگ نیست و خودم هستم، فقط به سوء تفاهم انشالله که پیش نیاد. درست شریفی صاحب، خیلی خودتان لطفاً شروع بکنین چون خودتان قبلا آمده بودین. بعد از خودتان مرد خدا، حالا وقتی که شما از جمع مجموعه فدرال خواهان نیستین، شما هم سوالی دارین، لطف بکنین خیلی سوالاتتان مطرح بکنین. خواهش میکنم. تشکر. کنیم یک لحظه شریفی صاحب بزرگوار. جناب سمیع الله عزیز بزرگوار، کسی به نام پویا هم از جمع فدرال خواه هست درخواست داده اونا را بالا بیاریم که در منصب جواب دادن قرار بگیرن. نامشون چی گفتین نفهمیدم؟ پویا بیاین جواب بدن، مشکل نداره. ما دقیقاً اگر از جمع مجموعه فدرال خواه هست منصب جواب دادن که در کدام یک از کمیته ها اگر نباشن خودشون اگر معرفی کنن، در غیر از او ما با نامشون نشناختم. درست. شریفی صاحب شما ادامه بدین. تشکر. موضوع خوبی مطرح شد. بالعموم در واقع این بحثا میتونه که ما کمک کنه که در آینده افغانستان یک راه حل پیدا کنیم. اکثر نقد عمومی بر سیاست افغانستان اگه داشته باشم
اکثر صحبت ها پوپولیستی هست، به این معنی که میخوایم که مردم رو با خود داشته باشیم و اون چیزی که دنبال میکنیم کمی متفاوت هست از شعارهایی که میدیم، مخصوصا کسانی که حالا نظامهای متمرکز میخوایم که میبینیم که تمام گفتمان پوپولیستی هست. به نظر من این چنین گفتمان‌های قطعا نمیتونه که ما رو برای حل برسانه. آقای هگل پارسیان صحبت‌های خیلی خوبی هم رقم جناب سیگون مارس کردن مطرح کردن. راه حل من در چنین سوال‌هایی میتونم پیدا کنم. در واقع باید مباحث مسئله محور مطرح بشه. مباحث این که تعریف فدرال، خدمتتون عرض کنم چیستی فدرال و کارویژه‌های فدرال و اینکه شگاف‌هایی که در جامعه هست، اینها در یک سطح عمومی هست. ولی به خاطر اینکه ما بتونیم این سیستم رو به نتیجه برسانیم، باید به مباحث مسئله محور یا به مباحث آنتولوژی سیاسی بپردازیم. چون نمیشه اگر ما الان میبینیم که کشورهایی که در نظام‌های خیلی خوبی دارن و اینها موفق هستن، بیگمان که اونها از این مسائل عوام یا پولیسی فراتر رفتن. این سطح از گفتمان در میان نخبه‌های سیاسی حل شده. اینجا حرف از آمریکا شد، طبیعتا آمریکا که پیشگامان هست، اما ببینیم ایالات متحده آمریکا قبل از اینکه حتی فدرال بشه سیستم انتخاباتی را و سیستم قانونگذاری محلی رو سپری کرده بود. یعنی انتخابات هم داشتن در حالی که مستعمره بریتانیا بودن و توسعه سیاسی خیلی خوبی برخوردار بودن. بود که اندیشمندان بسیار بزرگی در حوزه سیاست همون زمان داشتن، جیمز مدیسون، الکساندر همیلتون، اینها دیگه نوابغ علوم سیاسی هستند، در حالی که ما فاقد چنین تئوریسین هایی در همین البته الان خب زیاد شده ولی ما نداشتیم. بنابراین اونها به یک توسعه سیاسی رسیدن و فدرال موفق شده. این یک نکته. اما همون رقم که قاسم عرض کرد، قطعا توسعه سیاسی تنها عامل موفقیت فدرال نیست، ولی میتونه کمک کننده باشه. لیبیست میگه که به خاطر موفقیت دموکراسی و سیستم فدرالیسم هم تئوریسین آمریکاییه، ما میگه باید به حداقل توسعه اقتصادی هم رسیده باشیم. این نکته رو ما باید در نظر بگیریم که ما در افغانستان اصلا حرف توسعه اقتصادی نمیتونیم بزنیم. رای فروشی هست متاسفانه و این روند دموکراتیک رو با چالش کلان، چه فدرال و چه غیر فدرال، هر سیستمی که مبتنی بر دموکراتیک باشه رو با چالش مواجه میکنه. که در این 20 سال ما واقعا دیدیم دیگه با چشم سر ما. من افغانستان اگه بخوام مقایسه کنم، میام با خدمتتون عرض کنم که سودان مقایسه میکنم یا نیجریه، به خاطر اینکه اونها به توسعه دست نیافتن ولی سمت فدرال رفتن و نتیجه نگرفتن. اگر ما در اقل توسعه سیاسی را در این 20 سال ما تجربه میکردیم خیلی بهتر میشد که به اون میزان نبود. در سودان من فکر میکنم کمی مشابه افغانستان است. بعد از اینکه از استعمار بریتانیا رها میشه، شکاف قومی حفظ میشه. یعنی در زمانی که مستعمره بود هیچ وقت هویت ملی در سودان شکل نگرفت و بعد از اینکه از استعمار بیرون میشه، همین شکاف هویت ملی باعث از این میشه که فدرالیسم رو شکست بخوره و به سودان جنوبی از سودان جدا بشه بر مبنای همه قومی که عرب بودن، آفریقایی ها. این یک شکاف کلانه. یعنی اگر ما مسئله هویت ملی رو حل نکنیم و اگر بریم به سمت فدرال مستقیما، احتمال اینکه ما به سرنوشت سودان مبتلا بشیم خیلی زیاده. ولی این به معنای همون رو هم که عرض کردن، به معنای این نیست که فدرالیسم یعنی تجزیه. ولی یک گپ هست باید خیلی محتاطانه در مورد فدرالیسم صحبت بکنیم و اون اینه که اگر فدرال جواب نده تجزیه قطعی هست. خود فدرالیسم قطعا به معنای تجزیه نیست. جمهوری هاست، بالاترین سطح مشارکت رو وجود میاره، این شکی نیست. ولی اگر جواب نده دیگه راه برگشت نیست، کشور تجزیه میشه. یک بحثی که من خیلی باهاش موافق نیستم اینه که ما فدرالیسم رو نباید تبدیل به ایدئولوژی بکنیم. هم ما در صحبت ها میبینیم که فدرالیسم تبدیل به ایدئولوژی میکنیم، یعنی میشه غایت.
فدرالیسم قاید یا هدف نیست، ابزار، وسیله هست. قاید چیز دیگه است، رسیدن به رفاه اجتماعی، رسیدن به توسعه جامعه، حقوق شهروندی و امثال هم میتونه که قایت باشه. ولی خود فدرال قاید، اگه قاید رو در نظر بگیریم، تبدیلش میکنیم به یک ایدئولوژی، در حالی که ما شعار هم میدیم، بگیم که ما با یک فدرالیسم دموکراتیک میخوایم. اگر در روند دموکراتیک ما موفق نشدیم که فدرالیسم رو ایجاد بکنیم، این هم یک چالشه. چون آیا ما اون وقت قبول میکنیم این روند که بر مبنای دموکراتیک مردم فدرالیسم انتخاب نکردن؟ من فکر میکنم که واقعا برای افغانستان همین جغرافیایی که ما داریم یک سیستم مطرح کردن بسیار سخته. گرچه خودم بارها طرفدار سیستم فدرال هستم، میگم که تجربات جهانی واقعا خوب بوده و بارها صحبت کردم راجع به این قضیه، ولی با همه این تعریفی که من فدرال همواره دارم، نقاط ضعفی رو هم میدونم و در این حال این هم درک میکنیم که این سیستم های متمرکز هم در افغانستان جواب نداده. و بزرگترین مانع همین نبود روایت واحد در مورد هویت ملیه. ما هویت ملی رو حل نکنیم به این معنا هست که سیستم فدرال ما هم احتمالاً شکننده خواهد شد. اگر بگیم که ما همزمان میره که فدرال کنیم به مسئله هویت ملی میپردازیم، خب کار ما سخت‌تر میشه، به خاطر از اینکه این شکاف در آنجا میمانه. یک مسئله که من خیلی شاید این نقد به فدرال خواهان بیشتر وارد باشه، این نقد ما فدرال که از لحاظ شهروندی مطرح میکنن، اما فدرال خواهان به عنوان یک ساختار مطرح میکنن، شعارهای قومی و زبانی است. یعنی میگیم که به خاطر پایان رفت بحران قومی و پایان رفت مسئله زبانی در افغانستان امروزی ما سیستم رو فدرال میکنیم، اما ساختاری که پیشنهاد میشه با شعار هم خانی نداره. مثلا میگم که در شعارهای ایزان این مسئله گفته میشه، ولی چوکات یا راه حل فدرالی که میگن قومی نیست و زبانی هم نیست، ولی ما میخوایم که از این شکاف قومی و زبانی به فدرال بریم، ولی ساختار فدرال بر مبنای حوزه جغرافیایی هست. 12 حوزه‌ای که فدرال خواهان میگن بر مبنای حوزه جغرافیایی هست. پس این شکاف ها رو حل نمیکنه، ولی ما از این شکاف ها داریم استفاده میکنیم که مشروعیت بگیریم که نظام فدرال رو بیاریم ما. و اگر بگیم که مثلا ما در خود ایالت مسئله قومی و زبانی رو حل میکنیم، من فکر نمیکنم که در داخل خود ایالت حل بشه. همون رقمی که در اینجا مطرح شد که اقوام در هم تنیده شدن، این کار سخت میکنه. به طور مثال کانادا اول خب اون ایالت کیپ که از به زبان فرانسوی جداش کرده ساختارش رو، دیگه انگلیسی هست ولی او رو جدا کرده. و سوئیس بر مبنای اون اقوام یا اون اختلافاتی که با هم دارن جدا شدن. ولی ما بیایم بگیم که ما زبان رو در سطح ایالت میبریم، خب احتمالاً در یک ایالت 3-4 زبانه، ما 3-4 زبان میتونیم داشته باشیم، سیستم آموزشی دچار یک بحران میشه، ما 3-4 زبان رو به رسمیت ببریم در داخل یک ایالت، چون 4-5 قوم در اونجا هستن. پس هر کاری بکنیم این اقلیت و اکثریت و این نقض حقوق شهروندی در داخل خود ایالت به وجود میاد. چون ما میگیم که ما بر بحران قومی و بحران زبانی میخوایم در داخل فدرال فایق بیاییم، ولی باز هم در اونجا ما خود دچار نقض این مسئله اقلیت میشه. و این طرحی که میگیم که ما در ایالت این مشکل رو میتونیم حل بکنیم، کمی به نظرم آرمانی هست و جنبه عملی کمتری میگیره. به طور مثال من فکر میکنم که در ولایت ما بدخشان قوم ازبک ما اکثریت نیستن، کم هستن، 2 ولسوالی هستن. خب طبق همین مسئله خب اونها ما میتونیم که در 2 ولسوالی بعد برای اونها زبان ازبکی رو تعریف کنیم، در بعد دیگه جا زبان فارسی رو. به نظر من مشکل افغانستان باز هم تاکید بر سوال مباحث آقای هگل پارسا که مطرح کردن، باید ما درون اینها بشه که اینها رو بتونیم و همه رو حل کنیم، یک نسخه واحد بریم که حداقل خلاها در او وجود داشته باشه. به همین خاطر که بعد این مباحث مسئله محور باشه تا اینکه ما فقط بر این شعارها بیاییم. همین الان شما اگر نگاه بکنیم، طور مثال ما که کسانی که از قوم خود تاجیک‌ها هستن با مسئله افغانستان و افغانیت کلا مشکل دارن.
یعنی اون اول خواهانی هستن که این بحران حل بشه و بعد سیستم رو هرچه بدن قبول دارن. های گفتمانه، من این رد نمی‌کنم و حق مسلم این هاست که این مسئله حل بشه، ولیکن در اون ساختار ما اینو با خودمون هنوز حمل میکنیم. من فکر میکنم که باید فدرالیسم رو یک مرحله بالاتر در نظر بگیریم و به خاطر رسیدن از ما چند مرحله رو سپری کنیم. یکی حل بحران هویت ملی که بزرگترین مشکل افغانستان فعلا. هویت ملی باید حل بشه، تعریف بشه چی هست، ملت واحد رو بتونیم که تشکیل بدیم، اگر توانی رو داریم باید این کار صورت بگیره. این مسئله بعدی به اندک توسعه اقتصادی هم برسیم و همچنین خدمتتون عرض کنم که به توسعه سیاسی اندکی و بعد بریم سراغ فدرال. این نظر من هست، چون که من فکر میکنم که باز هم خلا رو با ما حمل میکنه و در فدرال خواهان نمیدونم که این مسئله تا چه میزان هست، ولی نقدی که من با اونها دارم همین هست. به نظرم بعد ما مسئله هویت ملی رو یک اجماع داخلی اول بکنیم، چون بزرگترین مشکل ما هویت ملی هست آنجا که مشخصه و میبینیم هر روز. مسئله هویت ملی رو اگر حل بکنیم گفتمان فدرال میتونه که هم قوی تر ظاهر بشه و هم میتونه که جنبه عملی بیشتری پیدا بکنه، ولی مسئله هویت ملی رو ما حل نکنیم گفتمان فدرال باز هم در انزوا به نظر من میره. اگر طرحی در هست جناب سیخون. تشکر شریفی صاحب. نظر به گفتار خودت، ما از مرحله سوال گذشتیم، نقد و نظر است. خوبتر و بهتر است که نقد و نظر خودم داشته باشیم. من بنایست یک کسی که پسوند خراسانی دارم، برخلاف ایدئولوژی فدرال هستم و دوستا هم برداشت خود دارن. بگذارین که دوستا نقد و نظر خودم داشته باشن. سمی بزرگوار که از جمع فدرال خواهای ما هستن اینا هم باشن و دیگرها هم برداشت خود حداقل داشته باشن تا روز بعدی که ما پس از این مسئله میپردازیم اما ایدئولوژی ها معلوم باشه که کیها با کدام تفکر دارن دینی سوشال میدیا قد علم کردن و از کدام مکتب خانه متاثر هستن. خوبتر و بهتر است. مرد خدا خودت خوب فدرال خواه هستی، من میدانم. خوب است که خود نوبت بتیم با ساقو چکن عزیز. دوستایی که تازه آمدین شما هم خوش آمدین. بعد از ساقو چکن اگر دانه شما را میدن آقای کامران ببخش فقط یک عرض کوتاه داشتم. عرض احترام به استاد سیحون و تمام دوستایی که اینجا هستن. من از اول تا آخر اینجا نشسته بودم و صحبت های بسیار موثر مفید را گوش میکردم. با تو صحبت های جناب استاد سیحون. جناب کامران صاحب ممنون از همه که شما این برنامه را راه اندازی کردین. ما این تبلیغاتش قبلا دیدیم و بسیار به علاقمندی مخو یک برنامه بسیار مهمم داشتم، او را کنسل کردیم که امشب بشینیم این بحث گوش کنیم که اگر صحبت داری بفرما. فقط یک کوتاه میگم از صحبت استاد سیحون مستفید بشویم، سوالایی را که داریم مطرح بکنیم. فقط یک نظر بسیار کوتاه. متاسفانه بحث ها آقای کامران به عوض از اینکه به عنوان پرسش پاسخ مطرح بشوند این تو بسیار طولانی شدن. مثلا آقای هگل بسیار زیاد مفصل صحبت کردن که متاسفانه یعنی من شنونده بودم برای من خسته کن بودن. آقای شریفی هم که سلام میفرستم. هدفم سری عزیز است که اگر شما قاعده همیشه که وقتی که مهمان دعوت میکنین خب ما سوالای خود کوتاه مطرح میکنیم و بعد از او باز او به ما پاسخ میده، چون میفهمیم که حالا بعضی حالت ما دیدیم که 60 نفر اونجا منتظر است که بعد سوالای خود مطرح بکنه. ما از صحبت‌های شما بسیار مستفید شدیم. فقط آخرش ایسته که شما اجازه بدین که اول صحبت‌ها سوالاتون بسیار کوتاه بگیرین و بعد از او آقای سیحون وقتی که وقت داشتن و سوالا ختم شدن بعد از او با دوستا فرصت بدین که اونها نظریات خود بگن و نقدهای خود بگن. اون زمان میتونه که بسیار مؤثر باشه و بسیار خوشایند باشه. دکتر بزرگوار خودت خوب پایین لایف بودی اما متوجه نبودی که جناب استاد بزرگواری که از جمع مجموعه فدرال خواهان هستن اونا یک عذر دارن، شب ناوقت از طرفشان و همسایه‌شان هم مردم آدم سرصدایی و او خاطر ما بخش سوالات اتومات با گفتار شریفی صاحب ختم داد به خاتمه رساندیم و بخش نقد و نظر شروع کردیم که ایشان هم فقط شنونده نقد و نظر هستند. هر زمانی که خواستن مخاطب قرار بگیرن و یا خواستن که گپ بزنن مایک رو باز بکنن.
کار خو ما گپایم ختم شد. ممنون. همینجا منتظر صحبت دو. نباشین جناب بزرگوار. مرد خدا ادامه بدین شما لطفا. احترامات بخش از سوالات گذشته دوستان باشه. همین مدرک مرد خدا با مسرت. بخش سوالات گذشت. قیم سوالات ما خلاص شد. بخش نقد و نظر است. بفرمایید مرد خدا. احترامات جناب کامران صاحب به خودت و دکتر صاحب تاغوتشکن حضرت دوست و میمان خوب ما سیهون صاحب و پارسیان بیادر ما شریفی صاحب، حضرت دوست خراسانی صاحب، عثمان بیادر اندیشمند، دوستایم که پایین تشریف دارن، شب و روزتان بخیر. ما عیار صاحب بریم مشخص سر نقد نظر سوال رو حذف بکنیم. بله سوال از شد دیگه. سیون صاحب که از بحث تدوین قانون اساسی فدرالیسم از همین روی ساختار تخنیکی صحبت میکنیم. دوستا اگر متوجه شده باشیم بحث تدوین قانون اساسی یک ساختار تخنیکی داره دیگه دوستا. این مفصل روی دیگه موارد فکر کنم که باز کمی سخت میشه بیم روی تکنیکی موارد تکنیکیش بپردازیم. سیون صاحب ما از ما میرشتیم از ما در این باره تحقیق میکنم درباره فدرالیسم هند و سوئیس و که حالا خراسان که چی مشابهت ها داره با هم. فدرالیسم نامتقارن و یا فدرالیسم سوئیس که فدرالیسم جغرافیایی و مشارکتی و چند زبانی است روی زیاد تحقیق میکنم. من سوال مشخص یا من دیدگاه مشخص دایی است که تعریف فدرالیسم اگر ساده بگوییم که دوستان موارد ما را بگیرن، تقسیم قدرت و ثروت به شکل عادلانه به تمام اقشار جامعه. حالا بحث قدرت درست است، دوستا همیشه روی قدرت توجه میکنن، باز یک بحث ثروت کنار میمانه. ثروت از این بسیار مهم است. همین جنگ های دنیا سر موضوع ثروت است که جنگ ها اتفاق میفته. سیون صاحب مشکل اساسی است که همین چند زونی را که تقسیم کردیم، ما از این زونا دو دانش مشخصا بیرون نویس میکنم و روی از امو غور میکنیم که باز متفاوت ها پیدا شد. زونی را که مشخصا زون شمال شرق گفته میشه، می تخارستان یا پیشتر خودتان که فرمودین تخار و بدخشان و قندوز، یک زون با امکانات گفته میشه از نظر فیسکال فدرالیسم یا فدرالیسم مالی. یعنی خودشان عواید دارن، خودشان بودجه دارن، معادن دارن، تخار طلا داره، بدخشان طلا داره، یعنی همه ساختارهای مالی را دارن و میشه که از مالیات هم از جا گرفته شوه. و بحث دوم که بسیار سه تا مورد در فیسکال فدرالیسم بسیار مهم است، همین فدرالیسم مالی که بودجه مستقل داشته باشن و مالیات از محله خود پورا کرده باشن و همچنان به سهم عادلانه از عواید ملی باشن که هر سه بحثا را شاید این زون بتانه داشته باشه. اما باز در کنار از یک زون دیگه که از آراجات است، ما اول ایتون بگیم که من فکر میکنم دکتر سبلاتیف فدرام و فدرالیسمی را که معرفی کرده فدرالیسم قومی نیست، فدرالیسم جغرافیایی را معرفی کرده. یعنی قانون خودان پیشنویس دارن، اما برعکس باز به قومی هم ربط گرفته. یعنی از آراجات که میگیم مشخصا سه ولایت در بر گرفته که غور و دایکندی و بامیان است و یک گوشه هم از میدان وردک است. الان ببینین غور یک ولایت تاجیک نشین است که چطور میتونین با ایجا از آراجات بسازین. با کنار از این دایکندی میدان وردک بیشترش افغانا هستند. این باز یک بحث دیگه داره. حالا بریم مشخصا اونجا میگذاریم سر بحث اقتصادی فیسکال فدرالیسم مالیش صحبت میکنیم. غور، دایکندی و بامیان ولایت‌های مرکزی هستند که با کوه احاطه شدین و زراعت 15% تا 20% دارن. یعنی هیچ چیزی یا ندارن. از یک کچالو و گندم نمیشه که توازن ثروت تضمین بکنیم بین زون شمال شرق و زون ازارجات. یک کلان مشکل ایجاد میکنه. سیون صاحب یاد ما باشه که ما فدرالیسم های ناکام هم داریم در دنیا دیگه. همین رقم که دوست ما پیشتر صحبت کرد، سودان است، پاکستان است، اتیوپی است، عراق است، یا کس کشورهایی هستند که در فدرالیسم ناکام بودین. اصل دوستا و این فدرالیسم کدام نهاد و کدام قانون و کدام اعتیاد نیست. یک فدرالیسم یک چیزی که معجزه بسازه نیست.
اینمی بحث ها اگر نداشته باشه، یک نهاد نباشه، یک قانون نباشه، فکر کنم که بازی بحث ناکام میمونه. حالا مشخصا اینه بیایم پاکستان رو ببینیم. پاکستان تقریبا 54.5 تریلیون در حوزه داخلی خود قرضدار است، 24 تریلیون هم در حوزه خارجی خود قرضدار است. یعنی پاکستان یک کشور فدرال است و اون وضعیتش هم میبینیم که 4 ایالتش، بلوچستان طرف هم سند و یا کشمیر یا مشکلات خود دارن، جنگ ها وجود داره. یعنی راه حل منطقی نیست که بگویم نهایی راه حل همی است. حالا به این دلیل سیون صاحب فکر میکنین که در افغانستان، در جغرافیای خراسان ما با این تفاوت‌های اقتصادی فدرالیسم نتیجه بده و آیا این نتیجهش مثبت است؟ من که میبینم نتیجه مثبت در کار نیست. اگر ما کوتاه بسازم و وقت دوستا رو هم نگیریم که حتمی دوستای دیگه هم صحبت میکنن، برعکس از این که دیگه نوع ساختارهای سیاسی رو تعریف کنیم شاید خوبتر باشه تا ای که باز یک طرف تجزیه هم میره. همین 3 ولایت ما، قندوز و تخار و بدخشان، ولایت های مرزی هم هستن، یا با تاجیکستان مرز دارن، با چین و ایران پاکستان مرز دارن، یا بیشتر به یک تجزیه یا یک جدایی طلبی دادخواهی میکنن تا ای که کنار دیگه باشن. اینا رو ببینین وقتی یا 3 ولایت با هم یک جای شدن، از نظر اقتصادی فشار بالایشان آمد و خواستای زونای دیگه متفاوت بود و خواستای از یاد داشتن، یا میتونن مستقل خود اعلان بکنن که ما یک کشور مستقل تاجیکستان به نفوذ اینمی 3 ولایت ما هست، میشه یک کشور خود اعلان بکنن. این جدایی، تهدید جدایی هم یک اصل از دیجا. این مشکلات هست در این سرزمین. من نمیفهم که چطور ایره دوستا حل میکنن از بخش فدرالیسم مالی، یک گزینه مهم از این سرزمین. بخیر باشین. من شنونده هستم. تشکر. تشکر مرد خدا. تشکر. در کل دوستا یک لطف بکنین، خواهشن که سیون صاحب خوب شبشان ناوقت است، یک لطف بکنین اول پیش زمینه شما فدرال خواه هستین یا نیستین. و دوستای ما بسیار تاکید بالای تجزیه دارن. من نمیفهم که از این تجزیه دوستای ما چرا کمیت هستن. ما در کجای کار قرار داریم؟ از کشور متواری هستیم و هیچ عنوان نه در قدرت صحیح هستیم نه در ثروت. اونمو بابایی که برای ما جانب افغانیزم ساخته، ما بسیار ترسیدیم از اون. نباید ترس داشت. بفرما. عیار صاحب ببخشید جناب عیار صاحب، او 3 ولایت در تجزیه میره. این نیست که افغانستان تجزیه شود. اگر افغانستان تجزیه شود شاید ما خوش باشیم، اما او 3 ولایت اساسی تاجیکا که مو بدخشان و تخار و قندوز است که کل بودجه هموجه است. تشکر. یک طرف تجزیه بره با ما سخت میشه. بفرما. حضرت عیار صاحب، یک خواهش دارم قبل از اینکه من صحبت بکنم، احترامات مجدد. من خواهشان، چون ما حداقل 2.5 ساعت بودیم در زیر لایف، 5 دقیقه اگر بر دوست داده شد بسیار خوب است. من فدرالیسم نمیخوایم، من بسیار منتقد تند هستم و میخوایم روی موضوع بپردازم. ببینید دوستای عزیز، اولتر از همه چیز به انصاف بگویم، مشکل افغانستان ساختار نیست، مشکل انسان است. هر کسی که فکر میکنه با تغییر اسم نظام یا با فدرالیسم یا خطکشی روی نقشه با قانون نوشتن روی کاغذ یا افغانستان گلستان میشود، یا فکر میکنن که مردم ساده لو هست، یا احساس میکنین که اینا از سیاست بدور هستن. من با تمام حرمتی که به می دوستا دارم، اینجا بحث نقد علمی است. میگوین فدرالیسم راه حل است. خود یک سوال بسیار خوب عمده که ما داریم، هنوزم به نام افغانستان. کدام افغانستان؟ افغانستانی که هنوز سر قوم و زبان و مذهب و تاریخ و حتی نام کشور دعوا دارد؟ کدامش؟ افغانستانی که اعتماد ملی در او 0 است. افغانستانی که هر منطقیش چشمش به بیرون است نه به داخل. همین دوست ما یوگسلاویا را مثال زد، بسیار خوب. اما فرق افغانستان با کشور یوگسلاویا این بوده که یوگسلاویا دولت داشت، نهاد داشت، قانون داشت، اقتصاد داشت. افغانستان چی داره؟ نه نهاد سالم داره، نه اقتصاد مستقل داره، نه اردوی ملی واقعی داره، نه اعتماد اجتماعی. از این گذشته اگر بریم فدرالیسم در افغانستان در عمل چی معنا میده؟ یعنی هر ولایت یک پادشاه کوچک دیگه، یا هر قومی با یک پرچم دیگه، یا هر منطقه یک سیاست خارجی، و آخرش هم چی است؟ جنگ رسمی با قانون. با چی؟ این خو عدالت نمیاره به هیچ وجه. وقتی که ما میگیم منابع نابرابر است، وقتی که یک ولایت آب داره یکی نداره،
یکی راه داره یکی نداره، یکی مرز داره یکی معاصره است. فدرالیسم عدالت نمیتونه آورده، یا بلکه شکافای قانونی را بیشتر میسازه. حالا یک سوال دیگه هم هست که مخصوص به تاجیکا است. همین تاجیکا و هزاره ها و ازبکا و پشتونا، اما آیا واقعا مشکل ما ای است که قدرت در کابل متمرکز است، یا اینکه مشکل ما ای است که قدرت همیشه بی‌عدالت بوده و فاسد بوده، خودخواه بوده؟ کدامش؟ اگر فردا فدرالیسم بیاید آیا انسان فاسد عادل می شود، قوم پرست ملیگرا می شود؟ آیا جنگ سالار یا اینمی کسایی که در طول سالیان متمادی به نام کمونیسم و پرچم و خلق و به نام حکومت سیکولار مردم به قتل عام رساندن یا تغییر میکنند اسمشان اصلشان کدامشان؟ هیچ انسانی حق ندارد که یک موضوع را باید داشته باشیم با خود که بعضی از کسانی که میخواین از آب خود ماهی بگیرن. بحث اسلام است. هیچ انسانی حق نداره قانون خدا را تغییر بده، هیچ پارلمانی، هیچ حزبی، هیچ روشنفکری، هیچ رهبر سیاسی. قانون قرآن نیاز به وصله دوزی بشر نداره. اگر قرآن درست تطبیق شود نه فدرالیسم مشکل داره، نه تمرکز، نه قوم، نه زمان. مشکلی است که ما از قرآن شعار ساختیم نه قانون زندگی. اسلام را ابزار جور کردیم مثل طالب که امروز به نام ابزار استفاده میکنه که نه معیار عدالت داره. وقتی که قرآن میگه عدالت، شما ببینید که طالب آیا عدالت ایجاد میکنه یا خیر؟ نه عدالت قومی است، نه سمتی است، نه عدالت انسانی است. یعنی شما اگر 1000 قانون اساسی بنویسید، این تقوا نباشه، امانتداری نباشه، ترس از خدا نباشه، کلش یک کاغذ است. افغانستان اول نیاز به انسان سازی داره، عدالت سازی داره، بعد بر روی ساختارها ما میتونیم حداقل روی نقشه و روی نمو جغرافیا تمرکزی داشته باشیم. ظرفیتش داریم؟ آیا اعتمادش ملت میتونه باز دوباره بکنه؟ کی بهای اینمی اعتماد ملت باز دوباره بازگو میکنه؟ اگر اینمی فدرالیسم به ناکامی کشانده شد، بهایی را کی میپردازه؟ آیا کسی هست جوابگو یا خیر؟ و در اخیر صحبت ببینین، ما در مسائل اسلامی حق الذمه داریم، بله، چون کشور 98% متعلق به تفکر اسلامی است، اندیشه اسلامی است، دین بر حق ملت افغانستان اسلامی هست، اسلام هست. و اگر ما بخوایم قانونی را ایجاد بکنیم، ما بحث حق الذمه داریم و بحث تطبیق حدود الله را هیچ کسی نمیتونه تعیین تکلیف بکنه. اگر دوست ما به ما صحبت بکنه که گویا ما میخوایم جهان امروزی را با گفتمان و با گفتگو اسلام تغییر بدیم، من نه. شما دارین اشتباه میکنین. در داخل جغرافیای افغانستان شما نمیتونین این قوانین به مردم دوباره ایجاد بکنین و خلاف قرآن حرکت بکنین. کاملا عمل ناپسند است و سرانجام فدرالیسم ناکامی است، جنگ قومی است و ایجاد قدرت های کوچک کوچک به نام پادشاهی. من شنونده هستم. تشکر بزرگوار، تشکر لطف کردید.